گفتن 8 ماه بعد از مرگ من این نامه رو در حضور خانواده باز کنید. هیچ توش ننوشته. بابا ماست دیگه، یاد نیست. یه سر صبحونه بدید، صبحونه انداخته تا یادت نیست. گفت من برم این نون تازه بگیرم بیام. گفتی برو بگیر. نیومد. شب با پیش شماره 11 من مرشدم نایبازی دارم. بسته دیگه. ما اینجا معطل شما هستیم، اینجا همتون هر میخندید. به من میگن حسام بلحوث. خوشبختم آقای بلحوث. چی حوث؟ نه به خدا اینو میکشم، اینو شکور ندم. زر میزنی ای بلحوث، سمه هر جا میگی دار خنده خاریمو میکنن. اینا سلبریتی بی سوادن آقا، اورجیناله. ابوالهوس. خیلی خوب جمعش کنین دیگه. خلاصه کلام ما آوردیمتون اینجا، میخوایم ازتون اخخازی کنیم. تمام. ما رو میگه زاده نشده کسی از من اخخازی کنه آقای بلحوث.